برای تمام کودکیم، برای تمام نوجوانیم، برای تمام جوانیم، برای تمام زنانگیم. نه، نه، نه به حجاب اجباری. نه به حجاب اجباری. زن زندگی آزادی. حجاب یک انتخابه، نه یک اجبار. نه به حجاب اجباری. کوچیک بودیم نمیدونستیم چی بپوشیم چی نپوشیم. این بزرگترها بودن که برای ما تصمیم میگرفتن. ولی از موقعی که بزرگ شدیم به عنوان یک انسان و تشخیص خوب و بد رو دادیم و نوع پوشش خودمون انتخاب میکنیم و به کسی ارتباطی نداره. این من یه انسانم خارج از جنسیت زن و مرد. نه به حجاب اجباری. پوشش من حق انتخاب منه. شما رو در روز عفاف و حجاب به پوشش اختیاری دعوت میکنم. انتخاب من موهای باز منه، نه به حجاب اجباری. اگر گیسوی بانوان پاکدامن ایرانی شما رو آزار میدهد، درد از چشمان شماست. به انتخاب من احترام بگذار. لازم به حجاب اجباری نیست. این انتخاب من است که موهایم را نپوشانم. این یک آزادی اساسی است. من میگویم نه به حجاب اجباری. حجاب یک چیز انتخابیه و زن و دختر ایرانی نیازی ندارن که شما چیزی رو بهشون تحمیل کنید. شعور تک تکشون از همه شما بیشتره. نه به حجاب اجباری. به عقیده من احترام بگذار، نه به حجاب اجباری. انتخاب من موهای بازه. حجاب و عفت من به 2 متر پارچه نیست، نه به حجاب اجباری. استبداد ظلم و اسارت نه. حجاب اجباری نه. جمهوری اسلامی نه. انتخاب من موهای باز من است. لطفاً به انتخاب من احترام بگذارید. زن زندگی آزادی. آزادی پوشش حق هر زن ایرانی. زن زندگی آزادی. من خودم تعیین میکنم که چه پوششی داشته باشم. زن زندگی آزادی.